olabilirsen üzülme sen. Hayatın olmuş işler güçler, ne kadar da tatlı bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin, ne kadar da değişik bir o kadar ilginç. Yakalayamayabilirsen üzülme sen. Hayatın olmuş işler güçler, hayatın olmuş işler güçler. Bas küçtüş. Tamam sart et bana. Şimdi من اکو همین کودکی جنگ کسودی همی؟ هی. آنهای من برای بنیاد کردن این صنعت است، نه برای نابود شدن این کسب. امک جان کوزگری حالا نابود نشده است. از پیش خودت هر خیل گپای بافته نبود. اما این صنعت نابود نشده است مایلش. امک جان من در این دکان شما یگان چیزی خریدنی نمیبینم. فکر بگین امینه کی میخره یا توبه. تابستان در پیش است، یعنی قشق ویلکرده که طبق سازی بهتر میشه. پولی بسیار هم کار میکنه. برای پاینده ماندن دکان تا این کار لازم. چیزایی که تو میگویی برای سوداگران است. میفهمی؟ من سوداگر نه. این همه صنعت است. گفتم تو دیگه چی؟ فهمم امکی. صنعت برای صنعت است یا برای جمعیت؟ صنعت برای بوبر. اینطور نگو. این دور هم قیچی میخورم. میبرم. ابا چکو مشکو ای با یاوزم یعنی خیلی کلام کردی. توبه استغفرالله. ها بچم کار باری ما بیاجایبی نگرمی. یک روز یک مشتری اومد رنگ خیلی بی اوه خطا کردم. ببریزه سر گپ زدم. نبرید امکجان نبرید، ما خودمو حل میکنیم. در دستش یک پالتوی 70 کیلو آب بود. پالتو را مایمون 70 سامانی فروخت. منو پالتو را پاره کردم باز 7 پالتو دیگه میفهمه. یک پالتوی 70 سامانه میلیون سامان فایدتی میفهمه. این خنداور نیست. خنداور نیست؟ وداد همیشه منتج میکنیم. سبیل گیریم بازلش سوز. این چی است؟ این نشانه استودیوی عجب کاروبار. به خدا ای دستی بچه‌ها آخر شرمنده بی آبرو میشه. نخود که امیره به جوشکه چسبونی ها. شرمندگی، به خدا شرمندگی. آبرو میریزه ای. ابا شما نشانه استودیو را در چهارم تاش چسبونده که میبینه اون را ای پایان. زورو کاتون گیرتان فیل من نبیاره تان. برنامه چند دقیقه شد؟ 2:25 اکا. و داد چند گفت؟ 2 minuten و 25 ثانیه. 2:25؟ آخه 10 ساعت شامگه کردیم اصلا 2.5 دقیقه نشد می. غمشه خوردی اکا؟ نوار ایلاوگی سیامکه کردین؟ شامگه کردیم. من 5 دقیقه آواز میخوانم در بالاش نوارتون منتج کنه. آرام شدی اکا؟ جا آرام شدم دی عادلی صابر. آکای بگو برنامه را نشان میتن میدونه نه؟ این چه خیلی میشود؟ بگو برنامه پیشینه را پخش نمیکنه؟ نه اکا برنامه پیشینه بسیار تکرار رفت. برای این برنامه نو گفتن نشان میتین. ای بچه بگوهی نشان میتین؟ دیگه حال رنگش نیست، صدایش نیست، موسیقیش نیست، یک چند کارهای دیگرش حالی به آخر رسیدگیش نیست. اسپید میکنیم اکا. چیزی گفت لازم داد؟ ای عصبوی مرا خراب نکنی. برنامه رو باید یک بار از نظر گذرانند. ای بی من نیست اکا. محریر گفت برنامه بسیار تکرار رفت استم باید که برنامه نو نشان بتین گفت. به خدا آبروی نبودگی ما اخیر میریزد. ببین به چه احوال گرفتار شدیم. صدیقی شده با اوف ما پایان نگاه دارد. بیا رفتیم. نخیر جان ما حیوان راست بیست اکت حرمت کن. نبای ایلین تنفس برو مایی خیلی 10 دقیقه پس میام. بچه ها با فکر شما هم پرسوی ما چی خیلی؟ بیزی گوش کن تو تا حاضر خطی عشق خانم عاشقه داری و اکن گپاش سخت رسید می؟ نه بچم امروز وای کاری خوب نکرد لیکن من در تاکسی حساب ما رو برابر کردم. اکا من کار دارم میرم. من کار دارم اکا خمیل 40% تخفیفش به دست کو ها؟ خلا دلنگ میفرختاشن یا؟
مراد بیا کم زنیم. اکای رستم یه 2 دقیقه استراحت کنم گفتم. بیا برا. مراد جان چی خیلی؟ ها؟ بیای پت کنیم؟ باشه دپتی منی جانم. اکای رستم مرا خطا نفهمین، لیکن این چلی پس از پوشیدین؟ خدای چشمان با خدا خیره شدیم. تو نمیدونی که خلاتی سهر پوشکه بعد کشلاخی باید نشکه. ای فهمیدم. باز من فکر کردم که اکای رستم از دست دادیم. نباشم مرا گوش که با فکرم این خلات معقوله چیده ها؟ بگیر کویا چنکه ما اکا جان قربانتون شوم، میدونی که من سحری بر وقت نمیخیزم. قیمت بعدی شومکه دادن ما دیزاینر هدیه کرد. نیه کرومکه آشفروش نرخشی هم میلیونه. چند؟ روتاسیونه که معقوله چیده بگیرش. نه اکا جان رنگش معقولم نشد، برای اون که خیلی خلطه ها و خیلی ها میپوشن. اگر روزی نرخ شد ده بگم دهنت میدره. 700,000 بته بگیرش بخرش عروس ده تو فشکاخی. اکا قطعی عروسم قهری و موزی بعد نماندی 500 بته بگیرش. اکا چی خیل 500,000؟ ایره بینه سالی 2009 در تکسیلی خود ما برو وردگن، حتی نرخش 55 سومونی. نرخ خودش بگی رستم اکا چلتا ده اکا یک قجانکنی برای پوله ما 10 سومونی خیر. تی چی میگوی؟ ما تو ده تلبنده ایم؟ نه اکا استغفرالله. مرا خفه کردی مراد. تمام مرا گوش کن. در زندگی کمتر پرابلم دارم. اکای تای بدم نیده. اکا جان مرا خطا نفهمید بخشش. مرتیست مراد یگان روز به قدر من میرسنالی. مرا میدونی خودی اوشیم گدا دعوتم کرد با خدا نگفتم یه. راست میگوید اکای رستم، بخشش به خدا. بخشش سبوک نشد چند سوم دادنی بدی؟ چی گفتید؟ چند پول دادنی بدی؟ چند سومونه که در کیسم بود همون را. تمام هر چی داری برو. بتمتون. تمام مخت فهمیدم. تو ازیق نشه ایزا هم نکرد. هر چی داری برو. نه که در گنده بنی جانم نمیدافع آخرین شوه. دایم آخرانش میگه نکه. تمام اکا خدا بزنش کسی یک باری دیگه میطلبه. ای شیری آچت حلال بگی. نه ای سرخ زنانه اکا من نمیپوشه میره. بگی شما میپوشی ایش که نمیبینه تا. بگی بخدا بای نمیتی. بگی خانم اگر پاهاتون و گردنتون میماندید فایده جامل بوده. اوهو بخیر باشد. بس پرزلی ما کی ها آمدن؟ آقای احمد خوش آمدید. مرحمت، ما برای خدمت کردن تیاریم. پیش ترینر منیر آمدم، کجا باشه؟ همان ترینری میگفتگیتان منم. رفتیم در کابینت گپ میزنیم. کابینتمان رو هم میبینید، پروا نکنید. مرحمت. یک چند انکت را باید پر کنید. مرحمت شین. با خدا شما بر این آدمی مشهور انتظار نبودیم که نزد ما میآیند. قدمتان بالای سر ما بود. جناب احمد، پیش از بخیر گرفتن این انکت را پر میکردید برایتان خوب است. ما هم خیلی شاد میشدیم. شما به قزقی هم ترینر نی؟ یعنی چی خیلی؟ دیدم اماس کنی اما نفهمیدم احمد بای. منم نفهمیدم. من برای مشق کردن خواهشم جامل بود، لیکن دیدن تو کتی همش فراموش کردم. شکر خودم بد دی. احمد بای، ظاهرا انسان را نگاه نکن، باطنش را نگاه کن. شوخی کردن یک طرف ما. شما اولا باید که همه این انکت ها را پر کنید، سپس ما انکت شما دیده از روی آن برایتان جدول ترتیب میدیم و شما طبق آن جدول در یک هفته 3 روز مشق میکنید. دادای و بود نی؟ کی؟ چون که حاجت گفتنم نیست. اینجا شرکت آیلوی کو پدر و مادر مشق کردگی اونه که فرزنداشون مشق نکرده اینجا با معلم شده است. احمد بای، شرم کنید و یارا نشناخته. آنها جفتی طلای و بقیر می باشند. سال 2002 در ورزش بادی بیلدینگ یکم جا را گرفتند. نامی وطن و پرچم آن را به آسمان برداشتند. همه کفکوبی کرد، سرودی ملی هم صدا زد. احمد، تو از دنقره نیستی؟ نه، من از دنقره نیستم.
خودت میدونی که من اکتور. ولی ما اکتورها بسیار میآیند. خلاص با اکتورها بسیار کار کرده ایم. دروازه چی بالا؟ نه که من ای دروازه نیستم. من در همین رولای اساسی جامول بازی میکنم. نه نمیدونم. فهمیدم کلابی. نه که من کلابم نیستم. اکن تو به چه فهمانم؟ همین هنرمند اساسش همین بدنش ده. برای بیرون نکردن فکرت زیاد کردن نکن. مشکای پرقوار کردن نکن. مخصوصا من خوشم گدا غریب شا نصرالدین نوریدین هم خیلی میکنم. من هم اوی کداسیم که عیناً مثل همانها باشم. درست تا جرگتالی به فکرم ها؟ نه که دیدی که من همه لهجه‌های میدانم لیکن به یک چیز ضرورت دارم ده سیکس پک. مشکای کلان کردن دکار نگاه کن. روغنی فیگوره گم کردن دکار دستایم هم تو رفتیم روغنی فیگوره پس دست بسیار خوب. احمد جون این انکت را بگی پر. اجتماعی 77 بار 76 بار بله کم هست دائما فهمیدم میشود خیر اگر میپرسیدی میگفتم جناب احمد بای احمد جان تو در انکت جوابهای درست انتخاب کردی آخه؟ بله. احمد بای سیخ نشو. زنده ماندن تو معجزه است. تو با این احوالات که ها باید میمردی چه زنده مانده ای؟ خیر من که قزقچی اکتیار هستم. اکتیاری را یک طرف من احمد. اگر تو ای دکتر سپراه کنگی رو ما تو را قبول کنه میدونی چی گپ میشود؟ با جنایتی مجبوری کشتن آدم ما رو محکوم میکنن احمد. این تالار ورزشی ما رو به خاک یکسان میکنن. مربی هایی که در اینجا کار میکنن همشون رو در اونجا پاسبان میکنن. از سببی که من شخص سر حرکت میباشم از اینجا پیش کرده در نزد در محافظم میگذارن احمد. زندگی ما رو برباد میکی احمد. برای تست سپرافکا بگیر ای دکتر. تو سپرافکا نیاری قبولت نمیکنه. البته اجازه میگیرم و اجازه بگیریم یعنی چی گفتنی که تو زود باید عاجلا حتی باید دینه میرفتی رفته خودت رو به دکتر نشان ده زود باید رفته از دکتر اجازه گیری احمد باید معالجه نمایی. نخودم این نخود به خود ندارد احمد در یک هفته 7 مرتبه قید کرده ای میموری انصاف کن به حال خودت رحم کن. گوش کن احمد نگاه کن در آشیانه بالایی ما یک دکتر هست دکتری مؤسسه خودمان پیشش برای اینامی ما گپ زن به پول معالجت میکنن. سپرافکا را گرفته پایان فرو بعد یک جای رفته هر دومون مشق میکنیم. با زور زده پاهات خطی نرایی احمد. لیفت خطی برو که با در سر منگاه بلا نیاد. بیتر باشد پیش دکتر میرم. تست بره. تو از یاوانو بسیار عادل هستی. خانه فروخته شهر با آمدی کار دو تپانچه برایت بازیچه. از با این سند معلوم که تو از یاوان هستی. پتینک ها دزمین کدو فهمیدی؟ نیلو هایو خچه جنگ کشته ای بچه خچه کشتنیه. احمد پتینکات خطی نرایی با فهمیدم. مایلی بچه با نام کمپیر مومق قسم هم مرا میشناسم. اکا نه که در کینوی شب‌های بخوبی اکتریس کمپیر نبود. همین خیلی بود؟ آنجلینا جولی را میگه. یادم آمد او در حق ما بردگی بود. من بسکت میزدم او درش دریدگی تماشا میکرد. اکا او وقتا نام به نامی ما بود. سردفتری هنرمندا بود ما بچه این همی بنده می جگر ریخته شاگرد خود مایی. من رفتم سکر آخری. آباد باشه که رستم آباد. شما کاری دیگه ندارین ها؟ او چنی پدرتونه مسخره میکنین. ای گم شوی نجا. خوش آمدید اکو جان. خوش باشید. احمد کورال. مرحبت. کنی ابور بینم. حقونیم شما؟ دکتر جان من یک آدمی جان مشهور. این معلومات سلامتی من اعتماد اون کس من نگوید که با شرمندگی نشود. آدمی مشهور؟ احمد جان شما منو نشناختید. ما شناس می؟
البته شما منو نشناختین می. نه یادی من با نیست. تو حالی هم همون. شاید وقتی مستی باشد. کجا بالا خودگی بودیم؟ من نشناختم. احمدی من نبینید حالی هم همون. معلوم که به جنگ و جنجال جدا شدگی. وقتی جدا شدگیم یک بازم کرده بودیم. به خدا سال 90 من جامول نشدگی بودم ده شاید همون. مورد شما من فریده حالی هم نشناختید می؟ فریده؟ ما کدام فریده؟ فریده چارچشمه. همون فریده بوتانیک. دختر تو تماما دیگر خیل شده برفتی؟ آخر چون باید لکسیه به اشکاتا نمیگرفتی ها؟ هیچ دیگه نشدی احمد. موهات شو نکردی می؟ رو بدیه برای همین نمیبینی برو تمام نگرفتم. اگر یه کس منو نشناسد فیلم می‌کنم. بازی چیکارنده تو؟ من اکتور ده. آی نخواد 4 فیلم در رول بازی کردم. نقش اساسی بازی کردم. رول اساسی ده ایمان. گوش کن من لیسه تمام کرده سامی خارجه رفتم. هم باید به خبر ماندم. بسیار وضعیت شده. دکتر شدم آخر. دکتر شدی؟ دکتر خلط سویدم جازه بی دست ده. بعد مکتب یکم با والا خورده من فریده. اگر راستش گویم فریده جان نگی نه اما قلبم مانع شده برفتی. وای احمد جان من تاجیکستان انده مدیسینه خونده بعد رسیانده کم که کار کدونده انکورسای کافتم یگان تشن نفهمیدم که جان ده کار میکنه. من اکن اکتیار ده فیلمانده همین رولای اساسی بازی کرده گشته. تو چیزی بود بشی من با آمدی؟ سپرافکا. می بخشتی دیده تماما چیزی با آمدگی ده از یودم برا آمده است. این خیلی بوشد احمد جان بیا اول خونت بینیم بعد سانی دیده کار میکنیم. همین خلط سفید جازه است. شد من تعریف نکن. نه آخه من چیزی تعریف کردم. من اکتیار ده من همه میشناسم. گوش کنید من هم شدیده میبرم بگاش موی پیدا کنه جوابش میگن. پیدا کن فریده. فهمیدی؟ حتما منو پیدا کن خیلی که خودت زنگ زن. من نوارگیریم جام مول وقتم کمو لیکن برای تو همیشه وقت میابم. من برفتم همین قکورم مول. من قطعی ناصر حسن رول بازیدگی. کیم کتی؟ چی نه؟ احمق ناصر حسن را میشناخته است. آوای پدرش کمونیست بود کاش که علاوالدین عبداللهیف میگفتم. اکن دیر شد. اگر تمام دخترای مکتب همین خیلک شده باشن. ملک 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 ملک. ملک هم مکتب خواندگیم زنگ زده بود که اگر آش باشد احمد کرال میآید. فهمیدی؟ فهمیدم. یک چند نامه خاطرم به های همون آشد. فهمیدی ملک جان؟ خیر جانم. بچه چند روز میشه که هم دختره نگاه داری؟ نه جورا دختری خشروه یکی چشم میغلطه. خشر بده فرقت اقلا من دروغ نکن. ایدور نگاه کردن پیش برای گپ زنی نمیشوه. پیشش برا بگو بیا کم تا سیر گشت کنی. ایزا میکشمه این دختر روزی میشوه نمیشوه. من بچه فیگوریستم. وای اگه خود تقسیم کنه که در اجا خطا فیگوریست نگی ما اکتور اتیوتی. یکی نبگه شرمندگیز با خدا. فرقت با خدا تو بچه دختر شناس نبوده. همون دختر که جاش خشروه که با تو رد میکنه ها؟ با خدا با پای قلبی بی سخت مونانی داره کم کم خشرو بده است. اگر نبگه چی میگره گفتی؟ نبگه بالا با پسش برای یک بار کوشش کن. میگوی برام جورا؟ فرقت برای گپ زن من درم جوابشم هیچی نتاست. فرقت تیز برای که عذر اوقاتش تمام بشن. من با براری کار یه دختر سر بته جورا یه دختر یه کلش نکنی اول رولش تمام نشیده. سعدی گشنه نیستی اگون چی بردارن تا؟ نه با خدا سیرم نمیخری ها؟ نه رحمت ای بچه تی دختره چی گفتی ها؟ اگون که پسر گفتیش؟
میگفتم دختری خشرو جگر تا بخورم. سعدی اینجورایت پیش ما میگه جگر تا خرم ما گم کردم. یک دقیقه بس تو من یک جو میدونی؟ در تلویزیون دیدم تا سعدی لباسای قدیمه داشتی در بالای اسب بودی. شما میدونی که من مخلصی ارشدی شما هستم. بشوخی؟ همه فیلماتون تماشا کردگیم. ای بین همه امو اکتیورا شما ماده معقول شدین. شما هر دو دکینو داری کاری قانونه میکشودین. در پیش دیونو ده کسبت شما نبدین. بعد شما در بالای اسب سوار میشین طرف دیونو میدوین. روز گفتم اکای سعدی نکی در یکو جنوبی من نوشتگی نبی. جوینده یا بنده هستدی لیکی در تلویزیون قطعا بلند نیتوفت. بخشش سعدی گفت تو نمیبرم من تو بانیتسا بار دارخونه بار میشوه. معلش بخیز رفتیم خانم ما باید بریم. من حلیمه خورسان شدم. دیدی همه مردم نمیشناخت است. نکی من قطعی دگاشتم. همیخه ما باید دوست نمیداشتم فقط کمتر معقولم بود. بری رو دیگر نمیسوزه. پیش رو بیا هایک بیا بگرد آفرین بگرد نمیخواد هایک شده نترس هایکو بیا احمد سادی عیبت شد یک ماشین قیمت خریدی نخود که مانیتوری قفا بینک نداشته باشه. بایران شدگی فهمو کمتر بیشتر رای کن. بیا مان سال یکا ای خوش آمدی. با خدا جای دو ماشین دیگر را گرفته حقی کار مبوده. سال یکا همین کارات خوب نیده. در پیچ خانه ماشین میگذارم گفته پوجم کرده میگه دیده یگان روز عدس یگان کس با شطعی سخت نخوری. ای بچه چه خیلی شطع من برای درست گذاشتن ماشینو کمک میکنم. ای تریزه خانم تا سهر نگاه میکنم که یگان کس ماشینتون نخراشه برادر و ما همیشه در خدمت همسایه هایی. خیلی کمتر رو کجله ماندیم. هیچ گپ نی. خیلی کوچه خدامان کن. سال اکا خیر گفتنی نبودم لیکن آخه شما یک آدمی کپ کلان یکم کاری درست یافته حلال کار کنید نمیشد نه؟ هفته دانه بینید چو کدم؟ ما همیشه بیرون بر اومدن نمیتونم. او طرف برای ما خطرناکه. گوش کن 4 کیلو دیگه ماند 4 کیلو دیگه خراب شوم مرا ابلوا میقپه انا بعد کارو برو یکی ساده تا میبینی احمد جان. هرگی کار دکه بیا همین خانه تا فروش مانه اینقدر چیز داری با همین جوگی ها باری میگردی. فروشم چی خیلی فروشم بچه. این خانه 25 میراث خور دارد میدانی به نام من نیست. بابام در صدمه یافته مبیدی کارش تمام شد بیبی مانده هموشه حل میکنم. بیبی ما کشتن در کار کی؟ خانه به نام بیبی مای. ها فهمیدم. خیلی خانگی ها با سلام بیار. مایلی خطا نگاه کن. شب خوش. شب خوش. بلا سند اما چو کدی؟ کلید نیست کجا آنده غلطاندیم. ای خمشه خوردی؟ به خدا که غلطاندیم اکا جان غلطاندیم. کلید نیست اکای ساله یگان در کشا یافتن در کار. همسایگی دیگه برای چی در کاره؟ سال یک ها دینامید ناوردیم؟ درم باره حاضر میره. نه لازم نیست همسایه های ناراحت کردن در کار نی. فهمیدم دینامین میکفه. این چیه؟ بابا رحمتی میره چیکار میکرد؟
اکا همین دادات چیکاره بود؟ میگفتن که پدک مخ کرد. پوسیده تا 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 تام. این خانه تو عجیب نداشته. احمد شما کیم؟ چی به قلف شکستی؟ برای چی شکستم؟ کلیدم نیست؟ تو دیگه میکنی خانه من با؟ انا کلید در دستی من. دین شب خدا داده بودی. گفتی که بیگانی خودم میبیام. من انتظار شدم. دین خودم دادم؟ ها خدا دادی؟ احسان بدم است. بسیار نوشیدم. این خیلی که باشد من میروم. تاکسی جیغ زنامی؟ نه خدا میروم. بخشیش گپاتون ناخواست شنیدم. رحمت من خودم میخیزم. چی میگفتیم؟ اگر یکان جایی رفتن نداشته باشی خانه ما خالی است. اوچم اپا هم قشلاق رفتند. پدر ما یکان جو روی میکنم. اگر فورتان $200 یوردم میکنم. در کنش کن تا ایره بگی گذاره. دوشه نه افتی هر دو بزار نگه و همین اکی ساله 1000 میشوی. سالی اکا بیا اکا خلفه ساز کنیم. چیکار کنیم؟ خلفه گفت سادیم. فهمم یکم کلیدی افتاد بیارم. تو این حرم دارم. الو اوکا جان بخشش که جواب دادن نتوانستم. این سالی اکا دبدلی داری من ابرو. احمد با فکرم بیکاری ها؟ کمتر می نوشیدیم؟ یکان چیز می نوشیم؟ نوشیدم به لیمیت می؟ اگر به لیمیت باشد می بیام. اکا در طرفای ما لیمیت نیست. دائما فراوونیه. این خیل باشد می بیام تمام. مسئله خلف حل میکنم و می بیام. مراد تو منم مزاق کسادی یکان چیز میرشیم گفتگیت همین می پلاسنه تو یا اینکه خسیسی مدنی یا که همین عاقب ماندگی یا که سرت گجاند زدگی ده بخدا تو با یکان چیز گفتنی می آدزه دردت های. احمد جان من درد ندارم تو درد داری. چی گفت سادی؟ در پیش سادی بخدا نخواستم که شرمندت کنم. در ساختگی میگم تا دروغگویی را بس کن برادر. یک دروغگوی میگویی که با یکان چیز راست نمیگه. التماس دروغگوی زمینی بگو. چیزی گفت آسی؟ چی گفت اسلام؟ سلسله فیلم غازی تا قسم 19 دوام کرد. یگان بار جای اول نگیرید. فیلم بیزی بوده دیگه در تلویزیون نشونش ندادن. چیزی گفتی؟ 19 قسم تمام؟ یگان خطاگی شد می؟ اکا یگان خطا پتا نداره. مرم بازی کرده بودم. نخود مرا دروغ بگوی. نظرم انت جا مول بوده؟ احمد جان میدونی برای چی؟ برای کی در گذشته یگان چیزا مونده نمیتونی. خطای قبل گذشته وره نکن. برای گذشته صلوات میگوین. من تماما تر نفهمیدم. فقط گذشته کتی فخر میکنی. و این رول اساسی اولت بود. زندگی در پیش ایالی. راست گفت سادیو. اکا البته راست میگم. مدام که این کار در دست ماست باید رنگ اوله برای رول اساسی کوشش کنیم مردم فهمن که ما کییم. حتما. احمد جان مرا تیز یگان بالین سبا. دیوانه چی گفتی؟ قطی چای قاشق سرم خوردم. تو چیکار کردی اوکا؟ احمد تیز کن. تیز. تیزتر بیار تو. تیزتر التماس تیزتر. دیوانه خودش سرش را بالا آورد. وای اتاق جراحی گجانده یه تو التماس زودتر. دکتر آقا همش دست شما با. کسی بود که اول جا باد بود. کاری ثواب کردی اکا کاری ثواب. اکن قرضی هر یک ساکنی پایتخت ده خدا شفات یاد. آقای مراد بیایید. رفتیم. چطرشی که ترشی؟ یک بار همین خیلی دکتر جان ناگهان شد. تو در پیشش بودی؟ من در پیشش بودم دکتر جان. منم نفهمیدم زی شد. یک بار همین خورد و موند. قاشق به دهنش در اومده یا؟ بعضن میشوه خیلی. اکای دکتر هر خیل هر نمود خورده میشوه. یکی مو چویا به دهن مو منوشه.
هر خیل فکری بد نکنین. مگه شما را شنیده به خدا هر خیل فکر به سرم اومد. این چشمو چرا دیده باشن؟ نخواد که قگش نشده باشه که قاشق بخورین. باید که چشموش معالجه کنین. برای که اگر کول نمیبید قاشق چرا نمیخورد. فهمیدین؟ فهمیدم. این دارو زخم رودت تازه میکنه. 2 دانه بخور. اگر برای طبیعی نبرومد باز بیا. برای طبیعی؟ جناب دکتر این قاشقچه گردم مسیح کرده است. جانم حاضر میبروید. آوازم دیگر خشیده است. به زور گپ زده استم. ما اکتیورم آواز ما در رکلام می نویسم. فیلم ها را دوبلاژ میکردم. با فکرم ای راهی درآمد محروم شدم. مایلش دوبلاژ ای دست رود. 800 سومانی هم رود. اوچم اوچتا بگو. نه اوچتا بگو. اوچتا بگو دیگه مرا برا نگه. بوم بوم بوم. اخرانه ده فریاد کنم. لازم نیست. رفتیم مراد. رفتیم. دیگه ایجا نیایین. ایوه جانمه. احمد جان قاشقچه را چخیل میخوری؟ تاپوشو تبدیم. اگر بی خبر بیایی البته تاپوش میبینی. استغفرالله. سویتارا چی گیرون موندای؟ خلا برای که دزدو ندارن خودم سویتار گیرون مومی. تو نمیدونی که سویت پول کلک نمی. خلا شی سرتو نبردونی پوشیم. تو با چی اومای؟ ای خوب گو پیشش کردن. برای چی پیشش کردن زورا؟ برای کی؟ خواب تکرارا نقل نکه که دیلم تنگ میگره. من که برو مدم بد نقل که. نقل که. خیلی که نقل کن زورا. خطی مدینه بدم. بعد وی اومد. ساده با خاطرت برسونم که دموها پلیکواتی را ندهی. دموها؟ زهرا و لباسه افراسی بیرون خطن. لباسای زهرا ان ساده. برابرار شو که زوری ما نرسید بای براورانه. برا جونم گری. میانی ما پیرسه داره خلا جون؟ همشه 6 کیلوی کدم. چند کیلو رو برداشته میتونی بگو تمام آخی؟ تو 5-6 کیلو کدو رو برداشته میتونی. مالی خلا شما بریم ما میبرونم شو. مالش خیلی. کو بگو چیشی زورا؟ قدی مدینه بودم. بعد 3 بچه اومد. سینما گا پرتفتن گرفتن. بعد من گفتم که دهان تا میشکنم. بعد تنگی پاکدم همین میزدم شکفتم که خب زورا خب. یه دختر در پیش اکا چخیر کرده دستی. اکو چیز نگفتم دیگه. اخید بیشانه را. خیلی میخیلی کرشی دوخی؟ دروغگو. زوروی دروغگو. دروغ نگو. ما دروغ نگفتم. همین خیلی کرشید. بعد اون بچه را باز هم دروغ گفتن نمیتونی. کتگری خوب میشه گفتم نه که گوش کن زورا. میگویم دروغ گفتن این خصلت کلان سالان است. این رو سر کرده ترم باید دروغگویی را یاد گیری. کو یک دروغ بگو. یک بارک دروغ بگو. تیز. چوکه نیستی؟ نه دروغ گفتم. نمیشود. موزی نیست. فیلمی ما را تماشا کردی؟ هوا من ندی یا نه؟ دیدم. چه خیل بدم؟ بس کن. من برام لخوتا بالا ببرانو که ندزدن شو. در کداسمی؟ اکا کمتر اویسلای کن قاشقچه سیخ کد ایستای ما سیخ کد ایستای سیخ زداست؟ ای میگم که سیخ زداست می؟ احمد وقتی که شوخی میکنی ای دهانت بوی پیاز میاد چشمام سوخته گرفت کمتر فکر کن آخی نخود که در همین وضعیت قطعی من شوخی کنی ای بس کن آیمچه ها بارن تیز خهر میکنی گیر داره ها خور اکا جان دارو پارو خورده نمیتونم من امروز درس دارم ای گیر دو اطراف استانبول طلبه ها میآیند گویا که دکتر پروفسور باشی و درست هایی و همه استودنت ها اودیتوریا و تیانیگاه کده شیشتیان امروز درس بنرو مزید نیست احمد جان این اصول کاری منه درس اول قد نمیکنم مرا تو مکتب بر بعد درومو میخرم درس ساعت چند با؟ ساعتی 9
و داد زنگ زده گفت که در برنامه یکم محرری تشکیلی نمی‌کرد است، اسراف می‌شده. سعدی و زنگ زده گفت که در خانه ما یک جایی برنامه تماشا می‌کنیم. نمیشه با که روستا هم وعده دادم. ملکه هم میآید. سعدی را زنگ زن بگو با مهمانخانه را بیاید یک جایی تماشا می‌کنیم. سعدی و زنگ زده گفت که مهمانخانه با بیاد. منم میبیام. احمد چیکار کردن می‌خوای؟ دایی من زنگ میزنم. یک بار ساعتی تو رواد نمیموری. برای چی زنگ نمیزنی؟ زنگ زن. آخه نمیتونم. چوه؟ قاشقش نمیمونم. دوام دی تو رو گوش میکنم. گوش کن وداد، آیا تو ندیدی که خانم مشکن همینجا بود یا نبوده؟ ندیدم. اگر بخوای رفته یک میبینم. یک رفته ببین. ای دیوار موش داره، موش داره. وداد تو اولو فکر میکنی که برای چی در بالکن مجلس گذرانیده ایستاده؟ فکر نکن، با من نگاه کن. وداد دیگ در چه اول است؟ مگر درون دیگ نجوشده؟ نیکی کمتر کمبودی هست. کمبوده؟ چه بوده است؟ من چیزی را که شنیدن میخواستید هم اکشن نوشتم. مرحمت. نور بردار مرو خسیس گفت کارگردون باشم مادرم رو. بلو تو زیز مرو چونی گفتن ها؟ معاششون رو کمتر میدیم. این معاش کم گیرن اون گو 3 شبانه روز میگیرین، یک ماه روز نبگردن بعد به قدر ما میرسن. اون گو میبینی که عصبی میشوند. البته برای برنامه یکم تشکیلی نکردین عصبی شدم. یک عادت دارن که برنامه را سر و جمع شده یک جای تماشا. تشکیلی برنامه اول اونو دیوانه شدن. خودش چه گپ است؟ بعضی ها میخواهند برنامه رو در خونه تماشا کنن، بعضی دیگرش باشد با عروسش در میهمانخانه. ارو این بی‌معنی است. یعنی من از اوده ای کار توقع نمیتونم برآمده. یک شاگردی خبرکش لازم. چی؟ چند؟ نه خطا نفهمی. من وظیفه خود ما اجرا کردم، پرابلم نیست. لیکن خبر همه قدر بسیار هست که همه و من در خاطر گرفتن نمیتونم. خبر بوده است. از اودهش نمیبروی ها؟ دوام دی تو رو گوش میکنم. بعضا خبرها از دو طرف میشود. یک طرف شک بعضی ما میگیرم که طرف دیگر از یک خبرکش دیگه در کار عاقبت روزه میشوم. از خاطر که دیگر طرف به خاطرم گرفتن نمیتونم، غمگینم. گریه رو بس کن. فهمیدم. یگو کس رو پیدا کن، لیکن نشتات نم کار میکند. دانشجو باشد ارزونتر میغلطد، دختر باشد کم خورد. اکنون دفع شو. سلامت باشید. گفته هایتون همش اجرا میکنم. میدونید یک شاگرد به خاطر دلم تازی رزیقه ها خوب میشوه. بیس زورو را پرسم یکی میروه. زورو میره برنامه ما را یک جای تماشا کنیم؟ نه ریکلامش دیدم. خای ای برنامهش همون آب و هوای بینم خوب تره. الو اکا زورا نمی اومده. نمیدونم امتحان داشته چی داشته. ها فهمو حوزی لاخمه بپشی میام. اکا مراد بخدا در شکمت قشق چای. ها سادی حوزی برنامه احمد تو چیکار کردیستی؟ دست بگی برنامه سر میشود. پنالتی شید. نمیرم بیشا علاخان بتایی.
اول همی خیلی بد عادت میکنین. در هیجانم بگو. نه اکایی ای برای هیجان نیست. برنامه یکم منایخی. ایزا نکشین. یه روزا ای سری هم گذشته. سال 61 اینمی بندم پیشم آمده بود. ایزارا را مرد. در پیش پام غلطید. گفت که رستم شاگردم بگی. همون وقت بندم اینمی شما باری خاکلازی بود. همون جان کلوده ما آدم کدم اگر خریب در سیستان. علا خوبه توی بچه. یاردم کنی بخیزم. یا بربری گالیوود یا بربری گالیوود شاگرد من ایوره جیدن مردیان. خیلی باشه تو نیا خانه بره. ما برنامه را تماشا میکنیم بعدی برنامه قطعی اکی رستم کمتر می نوشیم. تمام ملیکه نمی اومده. رد پروبکا بوده ملیکه نمی اومده. خواطر نشم مراد. بعدی برنامه پنجم راهنده پروبکا نمی شود. برنامه ماهانا فوتبال بارین تماشا میکنن. راست گفتی احمد. انشالله من آچه من گفتم که دعا کنم. همه قشلاق من در پیش تلدار ششتگی. چند سال شد هم قشلاق من ندیدن. خدا خواد حضور میبینن. دست ها سنک سر شد. پلیس 18 شدت ترس. ریمبویش دیزه کینو ریمبو سیلوستر جنرال ویتنام اروی ریمبو اشکین. من نمیدونم باید که برنامه رو نشون میدادند. شاید اگه خطاگی شده باشد. نه نمیدونم برای چی چونین شد. ساز شد که بجای برنامه کینوی ریمبو موندند. سادی ده کجوس. همین ریم بارکو ما شتا زده آدم کدگیم. ای شاگرد گف نیست آخه ایرابی. سادی بفکرم برنامه ما قبول کدگیشون نی. شرمندگی در پیش قشلاق یامان. با خدا شرمنده شیم. من چه خیلی قشلاق میرم. بس که سادی چی گفتی سایتا؟ برنامه ما چی شده که؟ با خدا هی؟ اکو چی کن میکنه؟ bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin. Ne kadar da değişik bir o kadar ilginç.